ما این سیاره را با پیشینه‌های مختلف و افراد متفاوت از هم میشناسیم. اکثر افرادی که ما توی زندگی خودمون دیدیم آدمای عادی و سالم بودن، اما ما اینجاییم تا شما رو با 10 تا از عجیب و غریب ترین افراد جهان آشنا کنیم. از پسری که بیشتر از اون چی که فکرشو بکنید بزرگ میشه، از فردی که 2 برابر مردم عادی توی دهنش دندون داره. بریم شماره 10 رو داشته باشیم. شماره 10 گری ترنر. او با یه اختلال پوستی نادر به دنیا اومد. پزشکان معتقدند که ربات پوستی و اندامهای داخلی او بعد از تولد باعث بروز چنین چیزی شده. این وضعیت زمان اتفاق میفته که کلاژنی که برای تقویت پوست و پگ خاصیتی ارتجاعی آن معیوب می شود و افراد با این بیماری به دنیا میان و قادر به زندگی کردن هستند. البته افراد خوششانس مثل گری که این وضعیت زیاد هار نبود برای اون. شماره 9 برایک براون. سندروم سودوس. انتظار نمیرفت که او بیش از دوران نوجوانی زندگی کنه. وضعیتی که به نام غول‌پیکری مغزی هم شناخته میشه باعث شده که برایک براون به غیر طبیعی و اون همچنین دیابت مبتلا باشه و برای راه رفتن تلاش کنه. اشکال ناهنجاری زمانی که او در نوجوانی رشد میکنه. او با سرعت نجومی 6 اینچی در عرض 1 سال رشد میکرد. یکی دیگر از تاثیرات این وضعیت اینه که برای تنها با یک کلیه به دنیا آمد که او را در سنین نوجوانی با وجود شرایطش در معرض بیماری‌های مختلف قرار داد. براک گفت که رویای زندگی او این است که اگر با وزن 500 پوندی به بزرگسالی برسد در یک فروشگاه لوازم ورزشی کار کند. عاشق هواپیمای بوئینگ 737 و او برای نشان دادن حمایت آماده است تا با هواپیما ازدواج کند. یا اول فصل اعضای خانواده و دوستانش گفتند که از این رابطه نادر تایید میکنند که میگویند در برنامه‌های عروسی در مورد عشق او صحبت نمیکنند. برای بوئینگ میشل گفت که آنچه که انگیزه احساسات او نسبت به هواپیما دارد بالهای پیشران و بالهای آن است. شماره 7 وضعیت نادری که او را به چاندرا کوتوله تبدیل کرد این بود که افراد مبتلا به این بیماری به سختی سن 30 سالگی عبور کردند. اما در مورد چاندرا او فقط از آستانه عبور نکرد و تا سن 75 سالگی هم حتی زندگی کرد. چاندرا 54.6 سانتی متر اندازه داشت. 14.5 کیلوگرم وزن او. با برادرانش توی دهکده کوهستانی دورافتاده ریکولی در نپال زندگی میکردند و قبل از اینکه به نام جهان تبدیل شود به بافتن لباسهای سنتی نپالی مشغول بودند. چاندرا دانگی در سال 2015 در ساموهای آمریکا در بیمارستان لیندون بی جانسون درگذشت. علت مرگ او تا به امروز هنوز مشخص نشده. شماره 6 بوشر رولف روت. مردی است که بیشترین سوراخ کردن را در جهان انجام داده. با ظاهر عجیب زبان خود را به 2 قسمت تقسیم کرده و هر طرف با اشکال مختلف سوراخ کردن مشغول بود و بیش از 90% بدنش را با خالکوبی پوشونده و لقب سوراخ کننده ترین و بیشترین تغییر را توسط هر مرد زنده به دست آورده. تغییرات زیادی در بدن خود انجام داد. 5 نشان می‌دهد مایکل رافائلی میشه یک رکورددار تقریبا در همه چیز در جهان وجود دارد. ملاقات مایکل رافائلی از لس آنجلس که رکورد بزرگترین را در اختیار دارد. باسن در دنیا علیرغم وزن بسیار زیادی پوندی او ادعا می‌کند که دلیلی برای 2 برابر کردن رژیم غذایی خود ندارد، زیرا کاملا سالمه و همچنین به این دلیل که او شکل خود را دوست دارد، در حالی که مایکل رافائلی تجملات صحبتی می‌کردند. در مورد اندازه بد بدن خود را ندارد. همیشه شکل یکی از دخترانش میگفت که زندگی مایکل به دلیل جثه بزرگ او در جنبه اجتماعی آسان نیست. فروشندگان لنکاوی با شرایطی شبیه به سندروم پروتئوس به دنیا آمدند. کارگر داوطلب سابق دارای اندازه پایی است که تخمین زده میشه حدود 3 سنگ باشد. زمانی که پزشکان به مندی گفتند که سپدی سمی آلوده شده است، یکی از پایش قطع شد
وزن پاهای مندی حدود 125 کیلوگرمه. زمانی که پزشکان به مندی گفتن که باید یکی از پایش رو قطع کند، 20 ماه بعد پس از قطع عضو پایو سرعت بیشتری به رشد کرد. وزن پاهای مندی حدود 125 کیلوگرمه و او از هر 120 نفری که با این وضعیت زندگی میکنن یک نفره. به علت مداخله دکتر مککینون از بیمارستان سنت جوزف در شیکاگو، زمانی که او 14 ساله بود، قبل از اینکه مسیر بهبودیش آغاز شود ظاهر شد. او به عنوان یک انسان اضافه می‌کند که غذا خوردن و نفس کشیدن یک فرایندش کاملا مشکل. با اجازه پزشکان برای انجام انتقال پوشیده از رگ‌های پرتقال در نهایت فیبر توده‌ای و ترمو متاسفانه نتوانست از سنین میلی مراقبت بهداشت این کشور، زیرا اعتقادات مذهبی مادرش بیش از 40 سال از زندگی شماره 2 ویجی کومار مورد ویجی کومار وضعیت او بسیار متفاوت است. او در هند متولد شد. ویجی کومار دارای 37 دندونه، رکورد قبلی 36 دندون در مصاحبه‌ای این ملی پوش هندی در مورد دندانهای غیر معمول خود صحبت کرد، به خصوص جنبه‌های وحشتناک داشتن دندانهای زیاد در یک دهان. او توضیح داد که به دلیل داشتن 37 دندان گاهی اوقات زبان خود را گاز میگیره، تجربه‌ای که میتونه بسیار دردناک باشه. ویجی کومار در آن زمان در جنبه‌های اجتماعی گفت که شناخته شدن به عنوان مردی با بیشترین دندان‌ها خوشایند بود، اما این شناخت جهانی باعث نشد که دوستانش او را به عنوان مردی با بیشترین دندان‌ها معرفی کنند و بروک گرینبرگ در رتبه اول. بروک گرینبرگ یکی از این افراده. 1 میلیون کودک متولد شد با این بیماری نادر به نام سندرم اختلال ژنتیکی نادر از پیری بدن میزبان خود جلوگیری می‌کند. اما بروک گرینبرگ در سن 20 سالگی در سال 2013 درگذشت. یک منبع خانوادگیش فاش شد. در 4 سالگی مانع در تمام قدرت بدنش برای راه رفتن مانند یک فرد معمولی شد. گرینبرگ دچار بیحالی شد که باعث شد در آن دوره 14 روز بخوابه. دکتر ریچارد اف وارکس، محقق بازنشسته شهر فلوریدا اکسون بروک، گفت که او قبلا یک تابوت خریده بود، زیرا آنها آماده بودند تا او را به دست مرگ بسپرند. او به عنوان بخش‌های مستقل در این توضیح می‌دهد که چرا بروک وقتی 16 سالش شد هنوز دندان‌های شیری داشت، در حالی که تخمین زده می‌شد استخوان‌هاش دقیقاً مشابه انسان‌های دختر 10 ساله است. و ویدیو امروز را به پایان می‌رسونم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید.